به نام خدا. اومدیم با آموزش‌های مختلف در چنل ای فوتبال یوبر در آپارات و یوتیوب. امیدوارم این ویدیو خوشتون اومده باشه از این ویدیوهای چنل ما. تا قبل از به مطالب اصلی این ویدیو وارد بشیم، لطفاً لایک، سابسکرایب، کامنت ریز بذارید، ممنون میشیم. خب اولین کاری که میکنیم اومدیم بهتون یاد بدیم که آموزش بدیم که بازیکنامونو با بفروشیم، چگونه بازیکن مربی رو بفروشیم. خب اول وارد قسمت مای تیم صورتی رنگ میشیم، یعنی همین. خب وارد میشیم. اینجا مثلا بهتون میگه، اینجا زده مثلا منیجر، یعنی منیجر برای مربی، و اینجا هم که برای بازیکن ها. قسمت اول میتونید بازیکن بفروشین، قسمت دوم میتونید مربی بفروشین. اول وارد بازیکن فروختن میشیم. مثلا من 2 تا بازیکن چرت و پرت دارم میخوام بفروشم. چگونه بفروشم؟ اولین کاری که میکنیم روی بازیکن‌های چرت و پرتمون کلیک میکنیم، مثلا همین. میایم ته اینجا یه دونه یه گزینه قرمز رنگ نوشته به نام ریلیس. خب کلیک میکنیم روش. اینجا مثلا بهتون پاداش میده، مثلا میگه اگه این بازیکن رو بفروشین 4100 بهتون جی پی میده و یه ترینر 4000 تایی میده. خب تا بفروشیم چیکار میکنیم؟ بازم اینجا یه ریلیس گزینه قرمز رنگ میاد، اون بازم همون گزینه رو کلیک میکنیم. الان میبینیم که اون بازیکن نیست، الان به این راحتی فروخته شد. مربی هم همینطور. مثلا ما روی منیجرها میریم میزنیم، مثلا من 2 تا مربی دارم، مثلا لوئیس آنتوان رومانو، پاتریک کلایورت. مثلا من میخوام این نمیفروشم ولی میخوام اینم همون جوریه بهتون میگم. خب ریلیس رو میزنید. مثلا اینجا هم بهتون پاداش میده که 56000 تا بهتون جی پی میده، اما من چون نمیخوام این کارو بکنم دیگه وارد نمیشم. خب خوشحال بودم که باهاتون بودم. لطفاً این ویدیو رو لایک کنین، سابسکرایب کنین، کامنت بذارید و ممنون میشم که ما رو دنبال کنین و به چنل ای فوتبال یوتیوبر عضو شید و باهاتون تا الان باید خداحافظی کنم تا ویدیو بعد. خدا نگهدار.